سیمای دیگه از سیمای یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو با هم می‌خوایم بخونیم، به این امیدی که ما بتونیم اندکی از این نور اینها، از رحمت اینها، از خیر و برکت اینها ما هم در زندگی خودمون بهره مند بشیم. حداقل این اسم‌های اینها یه بار به گوشمون بخوره. این حداقل موردیه که میتونیم نسبت به اون توجه داشته باشیم. به همین اساس تلاشمون اینه که بتونیم گام‌هایی رو در این مسیر برداریم. فرزندانمون و خودمون کمی با این قصه ها و داستان های واقعی و حقیقی و آسمانی آشنا بشیم. داستان صحابه‌ای که امروز می‌خوایم با هم بخونیم، سیمای صحابه‌ای که با هم می‌خوایم بخونیم، عثمان ابن مظعون هست. حضرت عثمان ابن عفان هست. ایشون عثمان ابن مظعون هست. یکی از شخصیت‌ها و جزء اولیاء خدا به حساب میاد. خوب دقت کنید، از همون ابتدایی که اسلام در مکه آغاز شد و شروع شد اسلام لحظه به لحظه در بین اهل قریش شکل میگرفت، جا میگرفت، طرفداران خودش رو پیدا میکرد و پیروان خودش رو به دست می آورد. خب ما میبینیم که یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم مثل شکوفه‌های نو، تولدی نو دارن، زندگی نوینی پیدا میکنن، از این جاهلیت و شرک و خرافات رها شده بودن و یک زندگی جدیدی رو برای خودشون و اطرافیان خودشون پدید آورده بودن، جدا از اون همه رنج و سختی که وجود داشت. و اون چیزی که ما میخوایم اینجا الان بهش قصه‌ای که بهش اشاره بکنیم، صحابی که جزو بزرگان و شناخته شدگان رأس صحابه پیامبر خدا هست و جزو کسانی که از همون ابتدایی ترین افرادی که اسلام رو استجابت میکنه و در هر میدانی سعی میکنه از اسلام دفاع بکنه. در عبادت انسانی ناسک و اهل عبادت، در میدان جنگ انسانی جنگجو و مبارز هست و موقعیت ایشون، صحبت ایشون بالاخره به اوج عنان آسمان رسیدن. یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم هستن، کسانی که اینها تونستن تاریکی ها رو رها بکنن و به حقیقت برسن. ولی این شخصی که ما میخوایم در مورد ایشون صحبت بکنیم دارای 2 هجرت هست، هجرت به حبشه، هجرت به مدینه. خیلی از یاران رسول خدا مهاجرین اینجوری ان دیگه. بله، عثمان ابن مظعون ابن حبیب جمحی قریشی ایشون هست، جز شخصیت‌های فاضل و اصحاب رد بالای رسول خدا صلی الله علیه و سلم هستن و جزو سابقین اولین هستن و جزو اولیا و متقیانیه که در مورد ایشون میگم زندگیشون خیلی قابل تأمل هست. ایشون شخصیتیه که با وفات خودش به قول معروف ثابت کرد که چقدر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به یارانش محبت داره. به عبارتی در زندگی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ایشون وفات کرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم بر ایشون نماز خوند و اولین کسی هست که ایشون در قبرستان بقیع از یاران پیامبر دفن میشه و پیامبر صلی الله علیه و سلم از شفیعان ایشون خواهد بود در روز قیامت. هرچند که یاران رسول خداوند اینقدر فضایل دارن که دیگه در همیشه خداوند اشاره کرده، اصلا خود دین بزرگترین رحمت در این مورد هست. خب ایشون جزو خانواده‌ای پاک هست، در واقع خانواده‌ای اهل تزکیه، اهل قربانی دادن و جز بزرگانی است که در ابتدای اسلام قرار گرفته و سعی کرده سخنش با عملش یکی باشه. نگاه کنید، سخن با عمل یکی باشه. یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم غالبا این چنین هستند. ما وقتی به قبیله بنی مظعون نگاه میکنیم ببینیم افراد برگزیده در این قبیله کیان. یکی قدامه ابن مظعون هست، قدامه ابن مظعون که معروف به ابو عمر جمحی هست. اینم یکی از سابقین اولین هست که در بدر هست. این خودش از سابقین اولین هستش که و ایشون در واقع از دایه های ام المؤمنین حفصه حساب میشه. همین خود ابو عمرو جمحی دایه ام المؤمنین حفصه حساب میشه و به عبارتی عبدالله بن عمر همسر ایشون که نگاه بکنید صفیه بنت خطاب هست که باز ما بخوایم نگاه بکنیم یکی از مهاجران و فاضلات هست که همه از همین قبیله هستن که اینا همه کنار هم هستن. اون چی که این در مورد ایشون نقل شده اینی که ایشون قد بلندی داشت و چهره گندمگونی داشت. حالا داره نقل میکنه یکی یکی شخصیت ها رو در این قبیله. مثلا برادرش میگه عبدالله ابن مظعون هست که معروف به ابو محمد هست. خب این جزو سابقین اولین هست، در جنگ بدر شرکت کرد
برادرش عثمان و قدامه و صائب و داره نقل میکنه پیامبر خدا بین ایشون و بین سهیل ابن عبید برادری برقرار کرد و ایشون در زمان حضرت عثمان به شهادت رسید. خب این برادرش هست. پسرش کیه؟ پسر همین عثمان بن مظعون صائب هست. صائب کیه؟ صائب خب مادرش خوله بنت حکیم هست. این هم خب به حبشه هجرت کرده، جزو کمانداران و تیراندازان صدر اسلام هست. پیامبر خدا صلی الله علیه و بین ایشون و بین حارث ابن سراقه برادری برقرار کرده که ایشون هم در جنگ بدر شهید میشه و خب بهش نصیبش میشه و صائب هم خب خودش در جنگ بدر حضور داره و بالاخره تیر میخوره، اما در روز یمامه ایشون به شهادت میرسه. در هر صورت یعنی در جنگ بدر به شهادت نمیرسه صائب، اون کسی که باش پیمان برادری داشت به شهادت میرسه. اما بریم سراغ ابو صائب، همین عثمان بن مظعون. ببینیم خب ایشون در گروه اول مسلمانان هست. همین رنج ها و سختی هایی رو که مسلمانان در ابتدا کشیدن ایشون هم کشیده، همین رنج ها رو دیده، همین سختی ها رو دیده، اما دست از دین اسلام بر نداشت. چرا که حقیقت رو پذیرفته بودن، حقیقت رو درک کرده بودن. این نبود که به دنبال مصالح و سازش و اینها باشن. شرک و بت پرستی و زشتی ها رو همه رو رها کرده بودن. و حتی عثمان بن مظعون جزو کسانیه که نقل شده قبل از اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به دارالارقم بره مسلمان شده. ابن اسحاق میگه عثمان بن مظعون تقریبا 13مین نفریه که مسلمان میشه. 13مین نفری مسلمان میشه. 2 هجرت شامل حالش هست، در جنگ بدر حضور داره و جزو کسا حاضران در جنگ بدر هست، بدریون به عبارتی که خب فضایل بدر هم مشخصه. نقل شده، مورخان نقل میکنن و اهل سیر که عثمان بن مظعون توسط ابوبکر صدیق مسلمان شد. یعنی ابوبکر صدیق به خاطر اون آشنایی و بالاخره دوستی که بینشون وجود داشت و موقعیت و شناختی که وجود داشت، عثمان بن مظعون رو دعوت کرد و عثمان بن مظعون تحت تاثیر اون قرار گرفت. عثمان بن مظعون در مکه جزو افراد خاصی بود، یعنی جزو شخصیت‌های عادی نبود، افرادی بود که دارای ذکاوت و عقل و هوش خاصی به کار میرفت، ازش نام میبردن و آدمی نبود که مثلا بگی که افراد معمولی باشه. از کسانی بود که حتی قبل از اسلام نسبت به بت‌ها ایشون معترض بود و هرگز حاضر نبود در برابر بت‌ها سجده بکنه، حتی تمسخر میکرد اونایی که بت‌ها رو سجده میکردند و به قبرها و زیارت‌ها اینا میرفتن و تعداد کمی بودن در جاهلیت این گونه بودن. حتی ایشون بر خود شراب رو در زمان جاهلیت حرام کرده و شراب رو نمیخورد و میگفت شراب عقل انسان رو زایل میکنه و یک مرد باید عقل سلیمی داشته باشه. ابن سعد نقل میکنه و دیگران میگن که خیلی گمان کردن که عثمان بن مظعون در زمان جاهلیت واقعا یعنی شراب رو تحریم کرده بود، چرا که میگفت من شراب رو نمی نوشم، یعنی مشروبات الکلی، چرا که شراب عقل انسان رو زایل میکنه، از بین میبره و سبب میشه که انسان کارهایی رو بکنه که در شأن اون نیست و مورد تمسخر دیگران قرار بگیره و یا حتی خدای نکرده مرتکب فحشا بشه. در مورد این جریان خب بسیاری از صحابه تعداد دیگه هم بودن در زمان جاهلیت، مثل ابوبکر صدیق، عثمان ابن عفان، عبدالرحمن ابن عوف، عباس ابن مرداس، قیس ابن عاصم و حتی عبدالمطلب رو نقل کردن، عبدالله ابن جدعان و ورقه ابن نوفل و دیگران هم نسبت به بسیاری از این موارد و بت‌ها و مشرکین و شراب و اینها نظر خاصی داشتن و قبول نداشتن و تحریم داشتن. در هر صورت اون چه که اینجا وجود داره در مورد این عثمان بن مظعون از نظر عقل و خرد و دانشش بخوام بگم، یعنی قبل از اسلام یعنی دارای این فهم‌های اجتماعی بود ایشون. اما عثمان زمانی که عثمان بن مظعون اسلام رو پذیرفت غرق در عبادت شد، چنان در عبادت غرق شده بود و خودشو در دنیای دیگری میدید در این عبادت و بندگی در برابر خدا که دیگه کلاً ظواهرش تغییر کرده بود، تبدیل شده به یک انسان زاهد و اصلاً دیگه نمیشد دیگه این عثمان بن مظعون رو با اون شخصیت قبلی تصور کرد، چرا که ایشون میدونست که آخرت پایدارتر و جاودانتر هست و این نعمت‌های دنیا تموم میشه. و حتی اونهایی بزرگان قریش و کسایی که میدیدن این چگونه واقعا این اومد دین رو رها کرد، مثلا بی تعجب میکردن این اومده این کار رو کرده، لات و منات و عزا رو رها کرده و امروز به قول معروف داره اینها رو تحقیرم میکنه. در گذشته حتی این کار رو انجام میداد، اما الان دیگه خب مسئله علنی بود و بحث اسلام
اسلام بود و خب اینها شروع کردن انواع شکنجه و آزار و اذیت رو در مورد عثمان بن مظعون و سایر یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم به کار بگیرن که ما خوندیم که اینها رو چقدر اذیت میکردن، حبس میکردن، زندان میکردن، شلاق میزدن، در صحراها و ریگ‌های داغ قرار میدادن، سنگ‌های بالاخره آتشین و روی سینه‌ها اینها میذاشتن و عثمان بن مظعون هم از این سختی‌ها و رنج‌ها بی‌نصیب نبود. اما برای یک لحظه هم بگی از اعتقادات خودش دست برداره، هرگز و هرگز چنین نمی‌کرد. ما با هم تا همینجا مطلب رو داشته باشیم برای اینکه طولانی نشه، چون بحث وقتی شکنجه پیش میاد و رنج‌هایی که نسل اولیه در مکه به جان خریدن، ما متوجه حقیقتی میشیم که به راحتی نمیتونیم اون رو درک بکنیم. یعنی این نسل ستون اولیه یا بنای اولیه اسلام بودن، در حالی که واقعا همه قدرت ها علیه اینها بود، اینها بندگی خدا رو پذیرفتن و همه این رنج ها و سختی ها رو به جان خریدن. عثمان بن مظعون هم یکی از همین شخصیت ها و سابقین اولین هست. با هم داشته باشیم که ادامه مطلب در جلسه بعد خدمتتون ارائه بدم.